عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان، متماتیک و شاعر مشهور تاجیک و فارس. خیمه خیام. بخش خیمه خیام با مقصد شناسایی بیشتر به جهان اندیشه ها و پند گرفتن از اندرزهای حکیمانه این پیر خرد تهیه می گردد. بر کوزگر پریر کردم گذری، کس خاک همی نمود هر دم هنری. من دیدم اگر ندید هر بی بصری، خاک پدران بر کف هر کوزگری. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چی رسید، چون ابر در آمدیم و چون باد شدیم. پیش از من و تو لیل و نهار بوده است، گردنده فلک نیز به کار بوده است. زینهار قدم به خاک آهسته نهی، که آن مردمکی چشمی نگار بوده است. خواهی که پسندیده ایام شوی، مقبول و قبول خاصه و عام شوی. اندر پی مؤمن و جهود و نصرا، بدگوی مباش تا نک و نام شوی. خیمه خیام.